کتاب 7 عادت مردمان مؤثر رو خوندی؟ یه سری نکات داره که خیلی جالبه. میگه آدمای مؤثر خیلی کارهای شاق و عجیب غریبی انجام نمیدن. فقط یک سری عادت دارن که به هر روز انجام دادنش پایبندن. حالا چه چیزایی؟ به جای غر زدن و مسئول دونستن بقیه، مسئولیت زندگیشونو گردن خودشون میدونن. قبل از اینکه کاری رو شروع بکنن دقیقاً میدونن کجا میخوان برن و قراره به کجا برسن. وقتشون رو صرف کارهای مهم میکنن، نه صرفاً کارهایی که فوری باید به نتیجه برسن. توی رابطه هاشون سعی نمیکنن فقط خودشون برنده باشن، سعی میکنن همه با هم سود ببرن. بیشتر از اینکه حرف بزنن گوش میدن، به خاطر اینکه بتونن بهتر آدما رو بفهمن و درک کنن. معتقدن که با کمک و همراهی دیگران به نتایجی میتونن برسن که به تنهایی اون کار هیچ وقت ممکن نیست. از همه مهمتر این که دائم دارن رو خودشون کار میکنن و یادگیری رو هیچ وقت پشت گوش نمیندازن و دائم خودشون رو به روز نگه میدارن. پس اگه میخوای زندگیت عوض بشه، عادتاتو عوض کن.